من 2 ساله بودم که پدرم و مادرم جدا شد و چون تک فرزند بودم تمام بار زندگی و استرس و بدبختی و ترس از دست دادن پدر روم سنگینی میکرد. من بچگی بساط میزدم تو خیابان. خیلی فقیر نبودیم ولی خب زندگی خوبی هم نداشتیم، ولی هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره. طرفای 2 بعد از ظهر بود، چه فصلی تابستون، چه ماهی مرداد. از شدت گرما حالم بد شد، موتور رو زدم کنار، کلاکاسکت رو در آوردم، شروع کردم هوادار کردم. طرف حسابم خدا بود. به خدا گفتم من اومدم اینجا بهترین بازیگر دنیا بشم. چرا الان پیک موتوریم؟ من اومدم اینجا عکسم بخوره سردر سینما، چرا پول یه فلافلم ندارم بخورم؟ من اومدم اینجا کار بازیگری بکنم، چرا هر کاری میکنم جز بازیگری؟ چرا اونی که پاره میشه به هیچ جایی نمیرسه ولی اونی که میرسه یه خط هم روش نمیافته؟ من اصلا ناراحت نبودم که بچه خوشگل به دنیا نیومدم.